اجرای شات کلید شما دو نوع شات دارین، شات تر و شات خشک. ما اینجا چیزی که استفاده میکنیم شات تره، یعنی ملات آماده ای که پاشیده میشه به سطح مشامون. برای شات تر شما به ماسه نیاز داریم، ماسه 03 یا 04 نهایتا. تقریبا میشه گفت خاکیه ولی خاکی نیست، شکسته شده این ماساش که به این اندازه میرسه که یه سری حالا پوت داره که در واقع اون پوت هاست که خاک نیست. در واقع یه میکسر مخلوط داره که ماسه آب و سیمان باش قاطی میشه. یه میز لرزان داره که توریه افیس سرن میشه، داخل دستگاه میره پایین که در واقع این دونه های درشتش نباشه که لوله بگیره و اینکه از این دستگاه به پمپ انتقال پیدا میکنه و از این لوله میرسه به سرنازل که با استفاده از سرنازل در واقع پاشیده میشه به سطح کار. این ملات میرسه به این سرنازل. یه دونه شیلنگ دیگه هم از شیلنگ باده، موقعی که میرسه اینجا با این باد پاشیده میشه به سطح مشمون.